شیرعلی عبدالقیسов هنرپیشه خلقی تاجیکستان روز 12 ایول در کورپوس ششم بیمارستان قریه بالا در سن 70 سالگی از عالم درگذشت. شیرعلی عبدالقیسov وقتهای اخیر به سبب بیماری طولانی در شبکه‌های اجتماعی تقریباً فعال نبود و حتی ماه اپریل سال جاری نتوانست جشن 70 سالگیش را با آنگونه‌ای که میبایست تجلیل کند. او شیر صحنه تاجیک بود. شیرعلی عبدالقیسov 15 اپریل سال 1951 در دهه دیرزود ناحیه روشن ولایت مختار کوهستان بدخشان به دنیا آمده. سال 1968 مکتب رقم 8 دهه دیرزود و سال 1973 شعبه اکتیاری درام و کینوی دانشکده پداگوژی دوشنبه را ختم کرده است. او برابر ختم دانشکده به تئاتر دولتی دراموی به نام لاهوتی به کار پذیرفته شد و حدود نیم عصر در صحنه همین تئاتر هنرنمایی کرد. صد دریغ باز این وبای لعنتی یک گل صنعت تاجیک را معلم ده‌ها شاگردانی که امروز برای ملت و فرهنگ وطن خدمت می‌کنند، فردی که تمام عمر وطن، صنعت، فرهنگ، ملت میگفت و خود را، زندگیش را قربان این ملت و این فرهنگ کرده بود، ما را به همیشگی ترک کرد. دیروز و تمام چند ماه اخیر از زاد روزش میگفتیم و خرسندی میکردیم. امروز سینه ها را پرداغ و دلها را خون کردید استاد. پدر معنوی من و صدها شاگردان دیگر بودید. از خدمتهایتان بگذار راضی باشند. خانه آخرتتان آباد باشد. استاد ما، هنرمند محبوب و ناتکرار شیرعلی عبدالقیسov. همدردی خود و تمام شاگردان و همکارانتان را به کل پیوندان و خویشان استاد میرسانیم. به شما صبر جمیل خواهانم. نوشته است در صفحه فیسبوک خود اکتیار جوان و شاگرد استاد حسین. شرکت سوفساودا داروهایی را پیشنهاد می‌کند که برای زیاد کردن ریش و برآوردن موی سر و همچنین برای بیماری پسریازو و با قوت کردن قوه مردانگی بیماری پوست. داروها با نمود کپسولا الهدایا و روغن سیاه‌دانه که به صدها درد دوا هستند پیشنهاد می‌نماید. داروهای BCA، پروتئین و گنرهای سوفساودا به درد شما حتما دوا می‌بخشند. دستافка به همه شهرهای روسیه از 3 ساعت تا 5 ساعت. از نام کانال مهراب پرو سلام فرستید، زکات کنید و تخفیف الهاگی را به دست آورید. تلفن ها برای تماس در روی اکران.